به در رفت، میان پایین بالا دونه های برف. الهی شکر همه چی رو به راه مرد. همون که روزی بود، اونقدر که روزی بود، راضی بود دستش بود، دنیا توی دستش بود، زیر باش لرزش شد، دنیاش بی ارزش شد، درد شد زرد شد، توی مشکل غرق شد، شدش یه مرد مرده بین زنده ها، همیشه تگ و تنها طول زشت ماه. دیر اومده زود رفت، غرورشو خورد کرد، امروز و فرداها شد دیروزش کوچتر. تکونم شونه هامو، عشق روی گونه هامو، واسادم رو جفه هامو، زیر پرچم خودم کندن و لقدم این آدم های مسخره. حتی شرم گفتنش هر روز یه جور مسخره. من مردم یا زندم دقیق نمیدونم، یه زمین خورده خاکی از دنیا بدورم، بیخی زندگی شدم که پر پیچ و خمه، رسیدم تهش کشیدم بیرون کل زیر و پمش. اونقدر بالا هم که نمیتونم حرفی بزن، اونقدر میکشم تو بمیرم و دل نمیگم، روش نشو به تنم اون که تالو خوردم، باختم همونویم که تالو بردم. ببین قانونش فرصتاتو پشت سر میذاری، اون وقتی که تو رویاهات داری چشماتو میمونی، ولش کن بابا بذار یه بارم دنیا ببر، قبل اینکه یکی دو سه تو گلوم بزن. از سطح جوام واسه صاف واسه، ببین چیه با وجدان خودم داستان داره، این رسم روزگاره مثل تن ماره، ببیش دور دست و زندگیت ادامه داره. Pričevanja ostarelega sukača plošč. Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partih. After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Yo, after party, man. RS, yo. Come on. Mladi reper z umetniškim imenom Nađi se je znašel v slovenski prestolnici, potem ko je s svojimi družbeno-kritičnimi pesmimi stopil na žulj politikom v rodnem Iranu in bil prisiljen bežati. V Ljubljani najraje počne, kar je počel že doma, repa in sklada nove komade, s katerimi še vedno navdušuje 100.000 iranskih fanov. Po nekaj mesečnem bivanju v Sloveniji je Nađi postal tudi prepoznavni obraz domače hip-hop scene, sodeluje z lokalnimi reperji in producenti ter vnaša svoj edinstveni glas. Potem, ko ga lahko vidite 12. novembra v soboto v Rogu v novem placu Second Home, se Nađi oglasi v torek 15. novembra okoli 10. zjutraj na afterpartiju Radia Študent.